دادگاه نویه سیوزن شهر مسکو شش شهروند تاجیکستان را که در مرگ ورزشگر روس سرگئی چویف عیبدار شده بودند از 4 تا به 7.5 سال زندان محکوم کرد. جمعه سفروف پدر فریدون سفروف یکی از محکوم شده ها روز 2 ایول به رادیو آزادی گفت دادگاه نویه سیوزن مسکو روز پنجشنبه در مرافعه نهایی پسر او فریدون سفروف را به 7.5 سال زندان محکوم کرد. وی گفت 2 نفر دیگر 4 ساله و 3 نفر باقی از آزادی محروم کرده شدند. جمعه سفروف افزود از حکم دادگاه راضی نیست. حالا با وکیل دفاع مشورت دارند و نیت دارند از بالای حکم دادگاه سیوزن به زینه‌های بالایی دادگاه روسیه شکایت برند. فریدون سفروف با ماده 111 قسم 4 کودکس جنایتی روسیه عملی که برای بی احتیاطی به مرگ انسان شد گناهکار دانسته شد. این ماده قانون جنایی روسیه تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند. همراهان سفروف به اوباشی گروهی مجرم شناخته شدند. محکوم شده ها فریدون سفروف، رستم امینوف، فیروز سفروف، نیمجان بابایف، میرزا شفقت توفلنگوف و معراج‌الدین علاوالدین زاده ساکنان نویه مشجای ولایت سوخت هستند. آنها طی 2 سال اخیر در بازداشتگاه موقت نگاه داشته می شدند و مرافعه دادگاهی با نظرداشت خروج بیماری کووید 19 به تأخیر افتاده بود. پیوندان محکوم شده ها می گویند فرزندان آنها در کشتار ورزشگر دست ندارند و او را به مرگ نرسانیدند. ایگور کایدان وکیل مدافع نیمجان بابایف یکی از محکوم شدگان در یک صحبت قبلی به رادیو آزادی گفته بود 2 عیب از پرونده جوانان گرفته شد. 3 نفر آنها از جمله شخص زیر حمایه من نیمجان بابایف به لطوکوب متهمند. دیگران به اوباشی گروهی افزود. وی سرگئی چویف ورزشگر روس شب 8 ایون سال گذشته در حدود باغ لندشافت منطقه بوتووی جنوبی شهر مسکو کشته شد. مقامات روسیه 6 مهاجر تاجیک را دستگیر کرده و گفتند آنها به سر و تن جبر دیده آسیب رسانیدند و در نتیجه او به آب افتاد. در همان حالت هم لطوکوب او را ادامه دادند و در نتیجه او غرق شد. این شهروندان تاجیکستان در ساختمان بناها در روسیه کار میکردند. بازداشت 6 شهروند تاجیکستان در ماه ایون سال 2019 در رابطه با مرگ مرموز ورزشگر روس در سرخط رسانه‌های روسیه و تاجیکستان قرار گرفته بود. عکس‌های رو به دیوار و شیم‌های دریده و تنه‌های نیم‌عریان گمانبران که ظاهراً از جانب خدمات پلیس گرفته و در اینترنت نشر شدند واکنش‌های زیاد در پی داشت. در تاجیکستان بسیاری از کاربران به این تاکید کردند که حتی در حالت گناهکار بودن آنها پلیس حق نداشت با گمانبران چنین رفتار کند. ایگور کایدان وکیل مدافع یکی از گمانبران میگوید به اطلاع او خادمان پلیس نویه سیوزن در این کار دست دارند ولی مقامات برای به جوابگری کشیدن آنها راه ندادند.